اینجا جاش خوبه. کمرم. سلام، به برگر خوش اومدید. اینجا ما سعی میکنیم پرونده های عجیب و غریب ایران رو با هم دیگه بررسی کنیم. امروز تو این قسمت میخوایم بریم سراغ پدرخوانده همه آزمون ها، غول مرحله آخر جوانی، کابوس هر شب پدر و مادرها، کنکور. حاجی یکم آرومتر. نصف مخاطبات الان قرص آرام بخش خوردن یا دارن قسط وام کنکور بچه‌شونو میدن. یکم مراعات کن. خب دقیقا نکته همینه. این سیستم یه دقیقه هم آروم قرار نداره. همیشه یه دلیلی برای چاپیدن راهنمایی جوانای مردم پیدا میکنه. ولی امروز نمیخوایم از خود کنکور بگیم، میخوایم از اون سایه های پشت پردش بگیم، اونایی که از استرس ماها برای خودشون برج میسازن. یه حرفایی هست که میگه پشت این آزمون ساده یه تشکیلات پیچیده قرار داره، یه چیزی شبیه مافیا. مافیا؟ دوست خوب من، چه واژه ناپسندی. ما یک اکوسیستم جامع خدمات آموزشی مبتنی بر استعدادسنجی علمی و نیاز بازار کار آینده هستیم. ما خدمتگزاران هسته آموزش فرهنگ هستیم، حالا با یکم چاشنی سود ناچیز. یا خدا، صدای پروژکتور بود؟ این از کجا اومد؟ پشت صحنه سیستم صوتی از دوباره باز قاطی کرده؟ نه عزیزم، قاطی نکرده. ایشون مهمون ویژمون هستن. اصرار داشتن که ناشناس باقی بمونن. میتونی دستهای پشت پرده صداشون کنی. گویا به این اسم خیلی علاقه خاصی دارن. دستای پشت پرده؟ خیلی هم خوب، خیلی خوش اومدید قربان، یا هرچی هستن. خب مثل که برنامه 3 نفره شد. خیلی هم عالی. بزن بریم ببینیم این اکوسیستم خدمت رسانی شما از چه کسایی تشکیل شده. معرفی بازیگران اصلی. خب این اکوسیستم شیک و مجلسی مهرهای اصلیش کیا هستن؟ این سریال پر استرسی که هر سال داره پخش میشه، بازیگرای اصلیش کیه؟ ما بازیگر نداریم آقا، خدمتگزاران آموزشی داریم. در رأس هرم پدرخوانده های مهرباچیانی مؤسسات بزرگ آموزشی هستند، همونهایی که نور امید رو به دل دانش آموزان ما میتابونند، البته با دریافت یک هزینه خیلی کوچیک، اونم فقط برای نگه داشتن پروژکتورها. پدرخوانده مهربون؟ هزینه کوچیک؟ بیلبورداشون کل اتوبان همت رو گرفته. تبلیغات تلویزیونیشون از سریالای شبانه بیشتره. قول رتبه زیر 10 رو بهت عین نقل و نبات میدن. فقط کافیه کلیه چپ پدرتون رو بفروشید و در کلاس‌های ما شرکت کنید. یه حساب سرانگشتی کردم. هزینه کامل پکیج بعضی از این مؤسسات اندازه پول خونه یه آدم توی یه سری کشورها. البته کیفیت هم مهمه. دقیقاً، کیفیت اتفاقی نیست آقا. بعد از مؤسسات ما نوابغ آموزشی یا به قول شما معلم‌های ستاره رو داریم. نوابغی که پیچیده ترین مسائل تو 30 ثانیه حل میکنن. البته 30 ثانیه بعد از این که 5 میلیون هزینه همایش رو پرداخت کرده باشی. اساتید برجسته‌ای که استعدادهای نابشون توسط ما کشف شده و خب 1% کوچیکی از هزینه‌های انگفتشون هم صرف امور خیریه آموزشی میشه، یعنی همون حسابای بانکی ما. آره اتفاقا دیدمشون، فن پیج دارن، همایش‌های چند هزار نفری تو سالن‌های کنسرت برگزار میکنن، یه جوری حرف میزنن راه میرن انگار فرمول ضد جاذبه رو کشف کردن، نه تکنیک تست‌زنی فیزیکو. یه پا سلبریتی هم برای خودشون ماشاءالله. اونا متخصصین ارشد ما هستند. بعد از اونا میرسیم به حافظان فرهنگ و دانش، ناشران عزیز کتاب‌های کمک آموزشی. ناشران عزیز؟ ناشرانی که سالی 4 بار کتاباشون رو ویرایش میزنن با آخرین تغییرات اعمال شده که نهایتاً فقط فونتش تغییر کرده و جلدش تغییر کرده، بعد با 2 برابر قیمت قبلی میچپونن تو پاچه ملت. هر کتابشون هم قطورتر کتاب قبلی. فکر میکنم درختای آمازون پناه بردن به قطب جنوب دست اینا. نگاه کن این خود این کتابه، اینا میبینی؟ اینا میتونی تو به عنوان وزنه توی باشگاه ازش استفاده بکنی. به روز رسانی لازمه دانش و پیشرفته. ضمن اینکه هر چقدر کتاب قطور و سنگین تر باشه دانش آموز بیشتر حس میکنه داره درس میخونه. این یه تکنیک روانشناسی و کاملا علمیه، بهش میگن یادگیری از طریق تحمل وزن.
اتفاقا یه تئوری هم هست که میگه سنگینی این کتابا خودش یه جور آمادگی جسمانیه برای تحمل سختی‌های دوران یه دانشجویی. تئوری دیگه هم هست که میگه اینا میخوان با تولید این همه کاغذ کره زمین زودتر گرم بشه، ملت کمتر بتونن برن بیرون، بیشتر بشینن تو خونه تست بزنن. خیلی پیچیدن اینا. و البته نباید مشاورین دلسوز رو فراموش کنیم، اونایی که با برنامه‌ریزی‌های فضایی و تکنیک‌های انگیزشی که بعضا از فیلم راکی کپی شده جیب خانواده‌ها استعداد دانش آموزا رو شکوفا میکنن. اونها راهنمایان شخصی سازی شده مسیر تعالیم هستند. خیلی هم وجودشون لازم. تبدیل استریس به اسکناس. خب این خانواده بزرگ و پرتلاش چطوری این همه موفق عمل میکنه؟ شاه کلیدشون چیه دقیقاً؟ ببین پسرم، روش ما خیلی انسانی و علمیه. ایجاد انگیزه مضاعف از طریق شفافسازی کامل ریسک‌های عدم موفقیت. ما فقط آینه رو جلوی دانش آموز میگیریم و میگیم ببین اگه این پکیج الماسو نخری ممکنه همسایت که خریدتش سال دیگه از مطبش تو زعفرانیه برات دست تکون بده ها. شفاف سازی ریسک یا پمپاژ استرس خالص؟ تبلیغاتتون بیشتر شبیه اعلام جنگ میمونه. فقط 3 ماه تا کنکور مونده و تو هنوز داری نفس میکشی؟ نکنه شبا هم میخوابی؟ استغفر الله. اگه این دیویدی ها رو نبینی، رقیبت میره پزشکی دانشگاه تهران میخونه، بعد تو باید بری تأسیس آبیاری درختان دریایی، اونم پیام نور چسپلاغ دره سفلا. رتبه زیر 1000 میخوای؟ شماره حساب ما اینه. لامصب تبلیغاتشون یه جوریه که حس میکنی اگه اون کتاب تست 3 کیلویی رو نخری، شب امتحان خواب اژدر پشمک به سر رو میبینی که به عنوان مراقب داره هی به پشتت نزدیک و نزدیک‌تر میشه. اینا تکنیکای پیشرفته بازاریابی انگیزشیه. بعدش میرسیم به گل سرسبد قدماتمون. بسته های جامع تضمین موفقیت، پکیج های نقره‌ای، طلایی، الماس و اورانیوم غنی شده بالای 60%. شامل دیویدی های پرمحتوا که اکثرا تو آپاراتم پیدا نمیشه، آزمون های شبیه ساز که استرسش از خود کنکور کمتره، مشاوره تلفنی با رتبه برتر سال 72، پشتیبان 24 ساعته با دانشجوی ترم 2 همون رشته مورد نظر و یک قولنامه محضری که زیر 10,000 رتبه خواهید آورد. هزینه هاشون چی؟ ناقابل. فقط هزینه تحصیل یک دانشجو تو کشورهای اروپایی. بعد میگن چرا فرار مغزا زیاده؟ طرف یه حساب سرانگشتی میکنه، میبینه هزینه کلاسای کنکوری که باید بره از هزینه مهاجرت کردنش بیشتره. این سرمایه‌گذاری روی آینده است. یه سرمایه‌گذاری مطمئن و پرسود. هرچی بیشتر سرمایه گذاری کنی بازدهی رتبت یعنی بهتر میشه. کاملا منطقیه. مثل خریدن سهام. و آزمونای هفتگی آزمایشی که وظیفه اصلیش تنظیم کردن درجه استرس شما روی درجه قریب الوقوع انفجاره. طرف رتبهش میشه 20,000، بعد میمیره کلا 21,000 نفر تو آزمون شرکت کردن. من یه رفیق داشتم که انقدر رتبهش توی این آزمونا بد میشد، مشاورش بهش گفته بودش که تو استعدادت توی شرکت نکردن در آزمون. این آموزش ها برای شرایط سخت، مدیریت زمان و کاهش استرس در بلند مدت طراحی شدن. ما داریم دانش آموز رو برای زندگی واقعی آماده میکنیم. شما قدر نمیدونید تقصیر ما چیه؟ مقاومت در برابر تغییر. خب اینا رو کم و بیش هممون شنیدیم، ولی بذارید بریم پشت پرده. جناب مافیا، شما و دوستانتون دقیقاً چقدر توی این که کنکور دقیقاً همین شکلی بمونه نقش دارید؟ هر طرحی که برای اصلاح و حذف کنکور میاد معلوم نمیشه کدوم گوری میره. نقش ما صرفاً مشاوره تخصصی و کارشناسی شده به نهادهای تصمیم گیره. ما فقط خطرات حذف یک آزمون استاندارد و سراسری برای عدالت آموزشی رو گوشزد میکنیم، چون همه دارن با هم رقابت میکنن. البته اونی که پول کلاس و کتاب داره عادلانه تر رقابت میکنه. عدالت یعنی همین. عدالت؟ عجب. یعنی اونی که بیشترین پولو داره بهترین کلاس و بهترین کتابو بخره، بعد اونی که نداره نتونه بخره، بعد به این میگی عدالت؟ خیلی خوبه. بعد چطوری این مشاورهای کارشناسی شما اینقدر نفوذ داره؟ ما هم یه بار به بابامون پیشنهاد دادیم ماشینتو بفروش بریم پلی استیشن بخریم، در آورد نشونمون داد گفت بیا. البته کمربندشو میگم. شاید چون گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی این صنعت یکم قدرت چانه زنی ایجاد میکنه. البته این فقط یه حدسه ها. یا شاید هم به خاطر پدیده زیبایی درگردان، یعنی بعضی از مدیران سابق آموزش و پرورش الان مشاور ارشد این مؤسسات هستن و بالعکس. تهمت نزنید، اینا گمانی زنی های بی اساسه. ما حتی به فکر ارتقای سیستم آموزشی مدارس هم هستیم. ارتقا؟ منظورتون از ارتقا اینه که مدارس غیر انتفاعی شدن شعبه دوم مؤسسات شما که معلم فیزیکش
داره به جای درس دادن تکنیک چطور نگاه کردن به سوالات صحیح کنکور رو درس میده. بچه کلاس دومی داره انتگرال تست میزنه در صورتی که جدول ضرب هنوز درست بلد یعنی نیست. همگامسازی آموزش با نیازهای جامعه. نیاز جامعه هم که مشخصه، قبولی در کنکور. ما داریم کار مدارس رو راحت میکنیم. راستی اون شایعات در مورد ارتباط خاص بعضی از نوابغ آموزشی با طراحان سوال و یا لو رفتن سوالات آزمون‌های آزمایشی قبل از برگزاری، اونا چی؟ اونا هم یه جور گمان زنیه؟ شایعه پراکنی کار افراد شکست خورده است. سلامت آزمون خط قرمز ما و همکارای ما در سازمان سنجش، ببخشید در سیستم کل آموزشی کشوره. خب دیگه بهتره بریم سراغ جمع‌بندی. وقت برنامه داره تموم میشه و البته وقت ثبت نام پکیج‌های ما هم جناب همینطور. دستای پشت پرده، با این تفاسیر راه حلی هم هست؟ یه روشی برای فرار کردن از این چرخه معیوب وجود داره؟ بهترین راه پیوستن به جمع بزرگ ماست. همین الان پکیج فوق ویژه کنکور 1405 تضمین 110% با تخفیف استثنایی برای بینندگان شما. فقط کافیه کد تخفیف تست بزنم تو تستکت رو اعلام بکنید و از پکیج های منحصر به فرد ما برخوردار شوید. زمان محدود است، بجنبید. یعنی هیچ راه دیگه ای نیست؟ یه کمی نفس بکشیم، چه میدونم یه کتاب غیر درسی بخونیم، یه سازی یاد بگیریم، یه مهارتی یاد بگیریم، یه چیزی، یه کوفتی. یه راه حل دیگه هم هست. کلا بیخیال شیم، بریم دنبال علاقمون. هر چی که هست چند سال دیگه هممون توی اسنپ با مدرک یا بی مدرک همکار میشیم. نمیدونم، اینم یه دیدگاه بالاخره. خب دوستان، امیدوارم از این گفتگوی 3 نفره با دستای پشت پرده صنعت کنکور لذت برده باشید یا حداقل هرس خورده باشید. واقعیت اینه که کنکور و حواشیش یه کمدی تلخه که زندگی خیلی ها رو تحت تاثیر خودش لبخند خوبه، ولی رتبه برتر کنکور یه چیز دیگه است. کد تخفیف رو یادتون نره تست بزنم تو تستک. تکرار میکنم زمان محدوده ها. فردا نشه بگی آی خوابم برد، من پول نداشتم، نخریدم، دوستم شد دکتر، من اشترم نشدم ها. شما بفرمایید برید به کارتون برسید، ما هم اینجا خودمون بمونیم و بدبختیامون فکری به حالش بکنیم. حداقل شما اگه تجربه مشابه و خنده‌داری از کنکور دارید تو کامنت ها برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا هم فراموش نشه. این تنها دلخوشی ماست و تنها چیزیه که این آقایون هنوز پولیش نکردن. فعلا که نمیتونن، ولی خدا رو چه دیدی، شاید سال بعد اونم پولی کردن. تا یه ویدیو و یه پرونده عجیب و غریب دیگه مراقب خودتون و جیبتون باشید. یه لحظه صبر کن. خدا پول هاتون رو فقط برای خریدن پکیج های ویژه ما برای رتبه برتر کنکور خرج کنید. زمان محدود است. رتبه برتر کنکور 1405 شوید.